حالا میذاریم رو شروع تست. اینور سی پی یو ما رو داره یه واتر کولر 360 دیپ کول کستل ای ایکس خنکش میکنه ARGB. از اون برم که 362 وات فقط الان مصرف سی پی یو، در واقع کارت گرافیکیه که فعلا روی فشار نیست. دما روی هسته های پرفورمنس تا 91 میره که تا 100 درجه اینتل گفته قابل قبوله. هسته های ایکور یا همون در واقع هسته هایی که یه مقدار برای کارهای معمولی تر ساخته شده، دماشون نهایتا 76 و 77 و 71. خدا رو شکر ما تونستیم با این واتر کولر خنکش کنیم، ولی اگه شما سی پی یو 13600K یا 14600K یا بدتر از اون 13700K دارید، حتما به فکر واتر کولر درست درمون براش باشید.